восточным солнцем добрая душа. Ты с судьбой играл в решку и орла. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб 100 лет вы жили с мамой. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб ты с нами был всегда. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Твое слово главное у нас в семье. Ты родной в Самарканде и в Москве, а для внуков деда Боря лучший дед. С гордостью он мудрый, им дает совет. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб 100 лет вы жили с мамой. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб ты с нами был всегда. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. چشمه‌های از محبت نورشرار دارد پدر، سینه مانند آتش شعله‌ور دارد پدر. السلام علیکم بیننده ها، تماشابینان عزیز شبکه شهنان. امروز جمعه تبریکاتی شهنان در باغ‌های زیبای آهلیک در باغ جورقلمک مهمان هستیم. امروز جشن زادروز، یعنی همین باغبان باغ است. باغبان باغ فرزندان پدر عزیز قبلگاه جشن زادروز دارند و ما می‌خواهیم از نام فرزندان، از نام دلشاد آیتی، دلناز آیتی، عالم جانکه، کلین، دامادها که در مسافرت هستند، از نام نبیره ها، شخصا از نام مایگل خاله تبریک گوییم و این لحظه ها را پیشکش شما عزیزان کنیم. با ما باشید، با شبکه شهنان رفتیم. پدر جان معنی زیبای انسانی، پدر خورشید، پدر مهتاب، پدر یک اختر آیا، پدر ساحل، پدر دریا. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم پدر مادران، استاد عزیز، السلام علیکم خویش و تباران همسینفان. من امروز گفتم که باغبان ما فرزندان، قبلگاه ما پدر عزیز امروز زادروز دارد. اگر همینجا باشد، اگر خودی باغبان این باغ زیبا را تکلیف میکردیم، جورقلمک را با خرسکای شمایان با گلخاله مرحبا، شمایان بیایید یا شما نزدیکتر. مرحبا جورقلمک، مرحبا. جورقلمک زادروز مبارک. مردی خیرتمند گویم شما میارزید. این باغ زیبا را برپا کردن هزینه نیست. فرزندان گفتن باغبان خاندان ما، قبلگاه ما امروز زادروز دارد. 120 ساله شود، بعد از آن پیر شود. همراهی مادر نازنینم دمی پیری و دولت پیری را دیده. یک جایه در سر ما فرزندان صاحبانش نگردن، دوست می‌داریم شما.
همراهی فرزندان صحبت کردیم. دلشاد آیتی، دلناز آیتی، عالم جانکه میگویند چنین پدر داشتگان با ما فخر میکنیم. چرا گفتم با؟ برای ما از خردی همه چیز را مهیا کردند. حاضر دختران میگویند قبلگاه خاندان ما دامادهایشان در مسافرت هستند. یگان چیزی که لازم شد البته یک دهن تلفن کرده دادا جان گویم مگر حاضر و ناظر هستند. همه خیلی انسان بوده است حسین جان. فرزند شخصا دختران چنین بوده است. کنه کیا مایس است؟ آنا جان مرحمت بیایید. جناب که همه فرزند بهترین است برای پدر مادر، لیکن دختر مهربان است برای پدر. ما همراهی دختران صحبت کردیم. گفتن حسین جان این زندگی پستی بلندی داشته است. وقتی که پستی های زندگی شد تلفن در دست میکنم یکم آچیرت دادم و تلفن میکنم دادا جان هم خیلی معما شد. گفتم و انا همون معمایی من حل کرده میدادگی انسان هستیم. بودگیاشم با شکر نظم بینم شده. هیچ وقت کسل نشوند. برای ما فرزندان فقط مهنتی حلال کردم تا آخر انم خیلی مردی خیرتمند شده گردن. باغبانی باغی مان شده گردن. برای پدرم چقدر سخن گوید کم است. همه از باغ خلاق شده آمدگی وقتشان با تلویزیون میمانن و ممکنه حسین جان کیا برآورده است. گفتم با من میگفتم که البته برای پدرم چنین سورپرایز میکنم. گفته فرزندان در دلشان یک تگمچه بسته مانده بوده. امروز برای شما میگویم پدر تو کوهی بر آسمان ما کوه پاره، تو قله بلندی و ما همچو پاره. بیرون شدن زی راهی تو بر ما فلاکت است، تو مثل راهی آهنی ما چو قطاره. در فکر زندگی ما آب و ادا شدی، تا ما شدیم برپا تو خود دردی پا شدی. سر تا به پا پندی و دنیای حکمتی، به مثل بر بزرگی و فیض و سخاوتی. چون تیر ماه میدهی تو آخرین ثمر، ای باغبانی عمری ما بر ما غنیمتی. جناب 120 ساله شوید. بگذار علم خلین باغ‌های زیبا رو برپا کرده. همراهی ماهی گل خاله در این خیل باغ‌های زیبا حاجی بابا و حاجیانه شده گشتن. نصیب کند امروز روزی خرسندیتان مبارک باشد و البته اعضام فرزندان عزیز، اعضام دلشاد آیتی، دلناز آیتی، عالم جانکه، کلین پاشا، نبیره ها در اینجا کتاب قیمت بهاترین که روی دنیا تن گرفت کتاب قرآن کریم را پیشکش میکنیم. زادروزتان مولودتان مبارک باشد. مرحبا. شبانگاهان که می آیی گه سرمست دستانم، ولی گرم است جمع ما کنار سفره نان. تو همچو شمع سوزانی چراغ روشن خانم. گلم در قلب و در جانی منم شیدا چو پروانه. پدر خورشید پدر مهتاب پدر یک اختر نایها. پدر ساحل پدر دریا پدر چون ماهی گل خاله هیچ وقت مامانی شما به این خطر آدم نشود. گذارید یا نشون گذارید یعنی پادشاهی خاندانتان به نزدیک است. پدر ساحل پدر دریا پدر چون گوهر کمیاب. پدر باران پدر طوفان پدر سر به سر درمان. پدر با بندگی دریا پدر در زندگی استاد. پدر در زندگی استاد. مبارک باشد.
در دو دنیا سربلندم از دعایت ای پدر. من کتابی نابی پندم از دعایت ای پدر. یک قدم از گفتاد بیرون نماندم پای خود، نزد یاران ارجمندم از دعایت ای پدر. تا تو باشی در برم چون کوهسارانی دیار، از بلندی ها بلندم از دعایت ای پدر. جناب نمک روز خورسندی مبارک. میگویند نمک در کام ها شیرین تر از شهد و شکر گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. امروز مهنتی حلال کردید، آن کسبی که خودتان چندین سالها برای آهلی شب و روز خدمت کردید، برای فرزند میراث کردید که عالم جانکم هم در خدمت خلق هستند. از این عالم جانکم هزار رحمت برای چنین مهنتی حلال، برای چنین لقمه حلال که فرزندان را چنین کلام کردید. شما را بسیار دوست می‌دارند، حرمت میکنند. همیشه همراهی مادر عزیز یک جایه در سر فرزندان فقط سایبان شده گردید بس است. میگویند هر کی دارد عزتی مادر پدر، نخل باغی زندگیش آرد ثمر. تا دمی که خود باشد والدین، چشم دل مسرور و خوشبین کدر. امروز جناب نمک عالم جانکم که از اینکه صحبت کردم گفتم که چی گفته تبریک کنم. حسین جان آدم کی وقتی که خودش پدر شود بعد میفهمید از پدر کی بودنشه. من وقتی که حالا پدر نبودم پدرم سرزنش میکردن و این خطر کویشگردی نکن یا بر وقت خانه را حاضر فهمیدم که پدر کیستند. پدر چنین انسان بود است که شب و روز پسی در و دروازه ها مهنتی حلال میکرده است. برای فرزندان از جوانی خود دست میکشید است و فقط فرزندم بچه‌م صاحب عنوان شود، صاحب کسب و کار شود، صاحب لقمه حلال شود گفتم مهنت میکرده است. زادر اسم مبارک. مای گل خاله چند سال شد تو اشتگاهتان بود؟ کنی امه ها همه وقت تز حاضر جواب باشن و گویند 35 قریب 40 سالگی توی. حاضر در اینجا یک ما عکس تیار کردیم از انانه ها دور گفتیم رسم دیاشان را مانیم نه، گفتن آنها خودشان لیلی و مجنون هستند. گفتن یک رسم عاشقانه تیار کنید که از اروپا آمده باشد. رسم کی باشد؟ سعادت خاله لیلی و مجنون باشد، می فرهاد شیرین باشد، رمیل و جولیت باشد، می کی باشد؟ فرهاد شیرین را پیشکش میکنیم برایشان با قرصک های شمایان. مرحمت. مبارک باشد. و البته اکنون یک جای شیرینی را میبریم، دراز کنیم رسم را. یک جای شیرینی را دراز میکنیم، میبریم از آن تناول میکنیم. مرحمت. زاد روز مبارک. Понедельник или среду, мне без разницы приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. مبارک باشد. زادروز مبارک. آنکلان خاندان مبارا بیاسانند. آنا جانی عزیز شما
فرشته خاندان هستید. شما برای آن همین اولاد کلان غیاث صبح‌ها دعاگوی هستید. بگذار همیشه باشید. یک تا شرکت تبریک کنیم صاحب جشن را. مرحبا. همه خودتون حرمت قدام آمده رحمت خوش آمده نوری دیده تاج سر السلام علیکم مهمونای عزیز، خوش آمده به این درگاهی پوچویم جورکل و اوکام ماهیگور. الهیم صد بدرویم پوشه پیر شوم، پیری به دولت شوم، چی مراد مقصد نیکی دارم به مراد و مقصداشون رسن. الهیم حاجی بابای حاجی آنه شوم. همه اومدگیاتون رحمت خوش آمده نوری دیده تاج شهر. ماهیگور خالا امروز ساعتی چند بود تبریک کردگیتون با؟ دراخنامه که تبریک کردم مین امروز شگوه. نه این آدم سورپریز بنی که شدنگی چهار خطار شعرش کردی جدوخ شرکت تبریک از یاد کردگیان مرحبا. هم یکاتون خوش آمده به این باقی خوجینو اینجا نه زکک مهنت کردگیان هم یکاتون خوش آمده پیری با دولت شوم 120 بدرویم همراهی یک جای عمره با رفتم نصیب روزی کنم. اولیم جانم بچه کما عمره کی درستیه رزقی فراستیه دادای بیشه همه حرمت میکنم بچم مرتبه کوش بالانس شوه حرمت سزاوار شوه. رحمتی کلام خوش آمده. از رحمت فاطمه زهرا. فاطمه کی؟ السلام علیکم. من بابام تبریک میکنم صد بدرویم حاجی بابا آنه شوم دادا من نماشم تبریک میکنم. السلام علیکم همون با شما دیمی باقی دادم با دادا جانی دایم 120 ساله شوه بیم که خوش پیر شوه حضوری نواراتون رو بینه همه وقت سری مون بساق سلامت گرده خوش آمده هم میاکاتون هر سال هم گوتی هم اینجا بشینه. رحمت و از مادران میخواستیم که تیار شدن گیرن. ما یک تا پیش همسیفان میریم سخنهایشان رو میشنویم بعد نوبت رو به شما میدیم میرقصیتان تو رقلمک رفته. علیکم همسیفان همسیف همان وقتی که همدیگر را میبیند باز جوان میشود و باز سفر میکند به کودکی ها. بگویند ای دوستانی جانی با هم بودن غنیمت، یک لحظه شاد و مسرور و بیغم بودن غنیمت. عمری روان است خواهیم یا نخواهیم صد شکر زندگانی بیغم بودن غنیمت. چند لحظه پیش مایان در یک صنف میخواندید و آن لحظه ها را حاضر باز یادآوری کرده ایستاده. خدا کند که در 120 سالگیتان علم خیلین بردمید شما را ترک نسازد و یک جای نشست کرده حال و احوال همدیگر را دیده به دیده یکدیگر رسیدن نصیب کند. کلاسکام کی بود؟ مرحبا. رحمت کلام. السلام علیکم. مهمانان میزبان گرامی خویشاواران همسنفان من امروز جوره جانمان جورکل سنی 60 بدر آمدگی باشد سنی 60 سالگیش به تبریک میکنیم. همه صحت سلامت باشد. سایر بچه ها شما صحت سلامت باشد. حضور حلاوتی فرد دوشه بیند. خدایم تعالی چقدر عمر داشته باشد همه عمره خوش و خورزندگی گذراند. از خدایم تعالی خواهش میکنیم که جورکل جورمون در پشت پناه خودش نگاه دارد. من هم جورکل جورمون خدا خواهد خدا نصیب کرده باشد درگاه خدایم تعالی با جورکل هم جوغ زنان همونجا با رفته زیارت کرده بیاد کلون کرده خوش پیر شده رفته حج و با برای با زیارت که آمدن نصیب روزی گرداند. همین جورکل با همه وقت همه بیند و همه نبیند. صحت سلامت باشد. من همینجا حاضر آزمان
رو کسایی بودیم یعنی جورا همسینفون همه 60 به درآمدگی با طفیل همین همسینفون هم تبریم میکنیم 60 سالگی هم موشون با صحت سلامتی دیت تشخیص رو تبریم میکنیم اویلاش من تینجا آسایش باشد سری فرزندان ساق و سلامت باشند گذشتگی همسینفون و خدا رحمت که باشد من جمشید و مامورا علی شیر اتمپور و غیره ها دلافروز همون هم فرزنداشون و یا عمری ندیده فرزنداش بیند همه صحت سلامتی باشد همشه مونشیم کم نشیم کمیگری هیچ وقت نبینیم همونتون صحت سلامت باشید هر سال من همی خیلی نشستم منتظر شود من 60 سالگی 61 سالگی 65 سالگی 70 سالگی 80 سالگی 90 سالگی 100 سالگی تا به یک جا شده همی خیلی خوشحالی کنیم همونتون من رحمت کلام همونتون تشکر السلام علیکم همسنفان عزیز جرقل زودروزار مبارک دوستی عزیز همسنف عزیز اوکلم خوشا پیشا چی نیت ها دارید در دل نیت خود و رس حضوری فرزند ها نیبره های بین من در اینجا دختر ها پسر ها شدیم از نوع اینها تبریک میکنیم تا همه وقت دوره همون این زیاده شد این زور شود باز 60 سالگی همون نگذرونیم و 65 سالگی همون با سینیم الهی مکتک الله همه روزکا با نصیب کرده کشور شکر هزار رحمت تشکر همسینفان این لحظه را حتی تاریخ با مهر سازیم نوبت که ناراحت نمیکنیم یک تا رسم میگیریم بعد پیش اونها رفته میرقصیم اگر شما به خواهش باشد رقصیدن مرحمت سرودی شیخ میمانیم مرحمت
همیشه ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا کاشکی دانم دوای چشمم تو شده درد و دوای چشمم یاد بینم رهای اشکم تو بودی سرد و گرمای جان ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا نالکنم نمیشه همدن بودم همیشه دردگی دل آزاره دوان بپیشه نالکنم نمیشه همدن بودم همیشه چکی باران بین شتر نمیشه ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ای یار بیا بچه موی جنگیله با من نکن تو هیله مدختری کلابی با من نکن تگیله دختری موی جنگیله با ما نکن تو هیله ناز کرشمت بگوش نشی برات سلسله آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گشتله آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گشتله ناز بدن گشتله ناز بدن گشتله تو تاریکه با من باشی عشقم دنیا رومانتیکه به یاد تو هاشم آسوبی ندیسم جای تو قلبم کاری عزیزم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من تا به خوشگل شبهای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من تا به خوشگل شبهای من
آرزوی من دنیای من دلبر من وقت خوشگل شبهای من بله بله مبارک باشه نمیشه ای یار دیار دلدار
اینک عزیزان امروز در این باغ زیبای آهلیک جرقلمک را در روز خورسندی زادروزشان تبریک کردیم. لحظه ها را پیشکش شما کردیم. با ما باشید، با شبکه شهنان و خود را احتیاط کنید.